کشتی خیلی از هیجاناتشو که مردم باهاش لذت بردن به هادی عامل مدیون. توی موبایلش یه فایل هست، تاریخ کشتی کامل توش هست، کی کجا مدال گرفت، کی کجا باخت، به کی باخت. کنم از سال 2000 داشته باشه. 8 شب 4 خرداد ماه 1348 بود، 14 سالم بود. همین الان فکر میکنم این اینقدر برام در سر 4 عامل در خونمون کشتی چوخی می دستم ستون کردم، زد بیرون، رفتیم دکتر نبود، رفتیم شکستبند آوردن، شکستبندم بعد ضعیف بود و دست اونجور راست موند و بعد دوباره خلاص خیلی مکافات کشیدیم دیگه. بعد از چند سال که کشتی کردم دیگه عصباش چیز شده، انگشتام از کار افتاد، انگشتام دیگه واقعا نمیتونستم دستم مثلا زیر انگشت حس نداشت بگیرم دست بودم دیگه. رفتم آلمان جراحی کردم و دستمو گفتن کشتی دیگه نباید بگیری. خیلی ناراحت بودم. بعد اومدم گفتم بازم باید کنار کشتی باشم، آیا نداره دیگه یه جوری بعد باید با مشکلش کنار بیاد دیگه، یه جوری خودش توجیه کنه. گفتم حالا توی داوری، تو مربیگری میتونی موفق بشین. گفتم آقا این گزارشگرتون اشتباه زیاد میکنه. گفت ما این گزارشگر فوتبال گزارشگر نداریم، شما مثل که اطلاعات خوبه دوست داری بیا. ما گفتیم باشه مشکل نیستش دیگه. فراموش شد، یادم رفته بود این مسئله. 2 ماه بعد شاید بیشتر به برادر منوچهر با دوچرخه اومد دنبالم، گفت داداش گفتم فردا بیا سالن مهران برای گزارش اینا. گفتم هادی عامل تو بدون که ببین این یه هدیه خداست، یه امانت خداست، این تریبون مقدسه، سعی کن صداقت داشته باشی، سعی کن همون چیزی که هست رو بگی، وارد هیچ زد و بند و جریان و حسن و حسین و این ایکس اون یکی که اون چیکار و حاشیه دنبال هیچی نباید باشی، فقط خدا و صداقت و اون چیزی که هست.